بزرگترین دروغ‌هایی که باور می‌کنیم سناریوهایی هستن که در ذهنمان می‌سازیم. معمولا فاصله زیادی بین باورهای ما و واقعیت وجود داره. وقتی کسی دیر جواب ما رو میده، دلیلش رو ازش نمیپرسیم. اینطور برداشت می‌کنیم که طرف مقابل ما رو نادیده میگیره، در صورتی که ممکنه در حال گذراندن شرایط سختی باشه. فکر می‌کنیم عصبانی، دور شده و علاقه‌شو به ما از دست داده. به جای یک پرسیدن ساده از سناریوهای خیالی رنج میبریم، چون این کار راحت تر به نظر میرسه. ترس از آسیب پذیری باعث میشود داستان بسازیم تا سوال نپرسیم، اما سوال ساده‌ای که میترسیم بپرسیم کمتر از داستانهای خیالی دردناک است. فرضیات میتوانند به عادتی برای محافظت از خود تبدیل شوند، اما دقیقاً